You have been constructing the world's tallest skyscrapers in Jeddah and Dubai. وقتی که شما دارید بلندترین برج‌های جهان رو در جده و دبی بنا می‌کنید، ساختمان‌های بزرگ و تاریخی در ایران دارن فرو می‌ریزن و فرو می‌پاشن به واسطه کهولت و نبود نگهداری لازم. شما دارین پروژه‌های عظیمی رو که کسی تصور نکرده هرگز رو ادامه میدید، ولی در ایران دهه‌ها بی‌ثباتی، بی‌کفایتی و غفلت باعث میشه که مردم خاموشی داشته باشن، بی‌برقی داشته باشن در سطحی که سابقه نداشته. وقتی که شما صحرا رو دارید به سبززار تبدیل میکنید، ایران داره اراضی سبز خودش رو به بیابان تبدیل میکنه، رودخانه‌هاش خشک شدن. این به واسطه رهبرانی است که نمیخوان مردم خودشون در سعادت باشن و کفایت ندارن، در حالی که کشورهای عربی تمرکزشون روی این هست که شالوده ثبات بشن در منطقه و در تجارت جهانی. رهبران ایران تمرکزشون روی دزدیدن سرمایه‌های مردم کشورشون هست برای تامین مالی تروریسم. کل منطقه رو دارن با خودشون به قهقرا میبرن. جانهای بسیاری که از دست رفته در تلاشی که جمهوری اسلامی کرد برای حفظ رژیم اسد در سوریه. ببینید چه اتفاقی افتاد در سوریه. در لبنان نیروهای نیابتی و حزب الله امیدهای ملت رو نابود کردن، زمانی بیروت پاریس خاورمیانه لقب داشت. تصور کنید. و همه این فلاکت و بدبختی و بسیار بیشتر از اون، همه اونها رو میشد کاملا ازش پرهیز کرد. کاملا قابل اجتناب بود و محمد این رو میدونه. من میدونم، همه افراد هوشمند این رو میدونن. اگر که رژیم ایران تمرکزش فقط روی ساختن کشور خودشون بود، به جای اینکه منطقه رو نابود کنه و به ویرانی بکشونه. البته من امروز نیومدم اینجا که فقط گذشته پرآشوب رهبران ایران رو محکوم کنم، بلکه مسیر بسیار بهتری رو به اونها پیشنهاد کردم برای یک آینده بهتر و پر امیدتر. همونطور که بارها نشون دادم، حاضرم که مشکلات گذشته، اختلافات گذشته رو حل کنم و برسیم به شراکت‌های متمرکز روی آینده برای رسیدن به یک آینده بهتر. اگرچه اختلافات ما فاحش هستند، مثلا در مورد ایران، من هرگز باور نداشتم به داشتن یک دشمن دائمی. خیلی‌ها تصور متفاوتی از من دارن، ولی من دشمنان دائمی نمیخوام.